امروز دوشنبه 2/2/2009 برف اومده از دیشب همه جا رو پوشونده سفید کرده و تمام اتوبوس‌ها امروز تعطیلن، کار نمی‌کنن. منم از پیاده از استنفوردهیل دارم میرم منر هاوس سوار آندرگراند بشم. آندرگراند بویا مثل که یک لاین بیشتر کار نمی‌کنه، ولی به هر حال همه جا رو برف سفید کرده. خیلی جالبه. اینجا هم جای ماشین هاست که رفتن برفا رو له کردن، آب شده تقریبا، ولی خیلی جالبه. همه چی سفید شده، خیلی باحاله. بعد از این همه سالی که من اینجا، یعنی از 2003 که من وارد کشور شدم، اولین باره که برف با این شدت، با این سنگینی باریده. البته خیلی سنگین نیست، ولی خب نسبت به اینی که تا حالا من این برف اینجا تو این کشور ندیده بودم، جالب نظر اومده. همه مردم خوشحالن. اصلا بچه‌ها ریختن توی خیابون، دارن برفا رو ندیده مال مثل ندیده لگدکوب میکنن و برای خودشون بازی میکنن. به هر حال الان خوشبختانه از بچه‌ها من دور شدم، بخاطر اینکه تقصیرشون بیاد جالب نبود برام. درخت براتون میگیرم، خیلی باحاله. خب تا گزارش بعدی، قربان شما. بای.